صاحب خونه بفرمایید. چه گلی. صبح بخیر. خوبی؟ سلامتی مزاحمت شدم. نه بفرمایید. به ما آمدی. زنده باشی آقا. بسم الله. بفرمایید. بیا پیش. زنده باشی. با سلام خدمت بینندگان گرامی. خب طی گزارش قبلی باید عذرخواهی کنم ازتون. یه سوء تفاهم پیش اومد. گفتیم امروز سر زده بریم پیش آقای شیرعلی. ببینید واقعا همون چیزی که خودشون میگفتن صبح به صبح کره بومی، عسل، نمیدونم مغز گرد و مغز بادوم و هر روز سر حال و سر خوشن. جا داره اینجا بریم از خودش بپرسیم. آقای شیرعلی خسته نباشی. زنده باشی. واسه شما واقعا هر روز صبحونه دو همینه چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. ببینید بینندگان گرامی واقعا خیلی صبحونه مقوی یا خوبیه. اینا چی آقای شیرعلی؟ کره بومی، بله، عسل، بله، حسه، بادوم، بله، مغز بادوم، بله، خیلی عالیه، خیلی عالیه. نون خونگی مال همین است که همینه که قبراق و سر حال سر زندم اینه. بله تیریاک، پیچنیک، شیره یا ابوالفضل اینجا دیگه جای ما نیست. برقی زده نگاهی آتش کشیده ما را، برقی زده نگاهی آتش کشیده ما را، درخت برنگشتی ای عاشقا.